الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله. این نقص. لا حول ولا قوة الا بالله. حضرت ابی هریره رضی الله عنه می فرماید از رسول علیه السلام روایت دارند، پیغمبر گرامی گفت میگه ای امت لا حول ولا قوة الا بالله را زیاد بخوانید. چرا؟ این گنجینه از بهشت است. این تحفه از بهشت آمده. این تحفه معلق شده، اوزان شده زیر کندل های بهشت بود، زیر عرش بود. چرا؟ عرش مافوق جنت هاست. این زیر از بود. در شما الله تعالی تحفه را این کده ای را بخوانید. هر کسی که لا حول ولا قوة الا بالله ولا منجأ من الله الا الیه امیر بخوانه، 70 دروازه مشکلات را بروی چی میکنه؟ مسدود میشه. 70 دروازه مصیبت، غم، فقر، مرض، بیچارگی، جنگ خانوادگی می آمده باشه، 70 دروازه را بند میکنه. یک نسخه زیباست. لا حول ولا قوة الا بالله ولا منجأ من الله الا الیه. امیر بزرگ ولا منجأ من الله الا الیه گفته دروازه 70 مشکلات را مسدود میسازه. اندکترین مصیبت و مشکلات که بند میسازه بسیار اندکش گفته اندکترین آنها فقر و فاقه و تنگدستی است. رواه ترمذی. حدیث امام ترمذی است. 70 دروازه مشکلات را بند میکنه. یک از جمله مشکلاتی که بسیار اندکش کلاناش را بند میکنه. اندکترین دروازه مصیبت فقر و بیچارگی و بیپولی است. او را خب طریق قولا بند میکنه، پولدار میسازه الله. همین لا حول ولا قوة الا بالله را بخوانید. به خاطر گفته که از بهشت آمده است، از زیر عرش بهشت پروردگار معلق بود، از اونجا به ما شما الله راهی کرده. یک فضیلت. دو، لا حول ولا قوت گفته اگر که بخوانه برای 90 امراض معالجه و تداوی شده. 90 نوع مرضی که به جانت باشه ایره بخوان الله شفا بخشید میگردانه. اندکترین آنها که از مرض ها غم و اندوه است. غم و حزن الله از بین میبره. خب این آدم ریش سفید میکنه، غم میکنه. بدترین امراض است. یعنی مرض باطنی است که انسان از بین میبره. مرض ظاهری انگشتت معده شد پیش دکتر میری، دندانت خراب شد پیش دکتر دندان میری، ظاهری است. اما غم و اندوه این باطنی است. 90 امراض را تداوی میکنه لا حول ولا قوة الا بالله. اما کمترین مرضی که در وجود از غم و اندوه و حزن زندگی است امیر به طریق اولا تداوی میکنه. درتون خلاص شد؟ لا حول ولا قوة الا بالله. یعنی امیر زیاد ذکر بکنین بخوانین. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول چی معنی؟ بازگشتی از گناه نیست. استم از گناه گرفته نمیتونم. ولا قوت توانایی به عبادت من ندارم الا بالله مگر به کمک الله. اون کسایی که دو تا پا دارن فرض از مسجد آمدن نمیدونن چون الله گرفته قوتش. اینی ذکر بسیار بالاست. همیشه ذکر بکنه. همین کم حدود 100 تا بخوان. 70 دروازه مصیبت بند میکنه. 90 مرض الله تعالی برکت از شفا میده. رسول علیه السلام از حضرت صهیب روایت میکند در بین امت یک جوان را قصه به امت ارائه میکنه. در روزگار به نام زینوس یک پادشاه بود در یمن. یمن هم یک شهر داره به نام نجران. سعودی هم یک شهرش نجران نام داره. خب نجران است، خمیس، مشیط است و این و آن است نامای جدیدش. در اون روزگار پادشاه زینوس ظالم حکومت داشت. برنامه های حکم روایان همون زمان به چل و نیرنگ و جادوگری و سحارت و سحر بود. ایره به یاد داشته باشین ما دو نوع عالم داریم، یکی عالم سو یکی غیر سو. این عالم بد باز علم سوی استفاده میکنه. اکثرین اوقات خوبانش استثناء قلوخ دیول دین حدیث دانشمندا خراب شدگیست. حدیث نیمچه ملا خراب شدگیست. نظام حدیث نیمچه مجاهد خراب شدگیست. سرمایه حدیث نیمچه تاجر خراب شدگیست.
مولای نیمچه جادوگری پادشاه داشت، حکومت را با جادوگری برنامه میکرد. مولای جادوگر داشت، در چشمبندی حکومت پادشاه را پیش میبرد. مولای سو مولای دربار بود. این دنیا خو رهروان است. مولای جادوگر به پادشاه گفت من خو موی سفید شدم، بابا شدم، همه چیزم استهلاک شد. گفتم مسئولیت جوان. ای جوانی عزیز، هر چیزی تو پخته است فعلا، هر چیزی تو انرژی است. دستت پر انرژی است، مغزت پر انرژی است، پایایت مستحکم است، کمر صلبت مستحکم است. کار کن، درس بخوان، افتخار در زندگی داشته باش. حماسه آفرین جوان در تاریخ تیر شو. بناهن پادشاه گفت چه خدمت کنم مولا صاحب درباری؟ گفت من یک جوان ذهین، ذکی، زیرک، هوشیار، بیدار پیدا کن که من درس جادوگری را به او یاد بتم. من میمیرم، حکومت تو وابسته به جادوگری و شیطنت و رذالت است، در چل و نیرنگ است، بار کج در منزل نمیرسنه. بعد از سر من همین شاگرد ذکی و ذهین جادوگری تو را پیش ببرد. پادشاه دنبال همچون یک طفل و یک جوان گشت، جستجو کرد، پیدا کرد که یک صغیر بچه هست، پدر ندارد، فقط با مادرش زندگی میکند. اون بچه را پادشاه دریافت، از اون خواهش کرد استاد خصوصی در دار و سلطنت و پادشاهی برش تعیین کرد، اینجا درس بخوان. جوان طفل خالی ذهن است، ذهنش خالیست، هر چی بگه اونجا کاپی میکند. بالاخره آمد به محضر مولای جادوگر درس خوان. روز از روزها سرک تیر میشد، یک راهب، یک صوفی، یک گوشه‌نشین، یک آدمی با تقوا این طفل تو صدا کرد. انسانی که مغزش خوب باشه تر و خشک میشناسه، انسانی با ادب و بیادب را میشناسه، از حرکتش میفهمه، از گشتارش میفهمه. گفت بچم هر روز از این سرک تیر میشه، بیا پیش بابت، تو چی کار هستی؟ گفت من یک صغیر هستم، پدرم تامیر نام داشت یا سامیر، وفات کرده. من میرم در ولایت پیش یکی از ملاهای جادوگر پادشاه درس میخوانم. گفت بنشین بچم یک درس از من بخوان. یک درس از من بخوان. این راهب ایمان به حکومت و به پیامبری حضرت عیسی علیه السلام داشت، یعنی عیسوی بودن، نصرانی بودن، به دین خدا پابند بود، یکتا پرست بود. این بچه را دین عیسوی را، دین عیسی علیه السلام، انجیل را برش درس داد، یکتا پرست ساخت. هر روز پیش این جادوگر و در مسیر را پیش راهب صوفی درس میخوان. اگر در درس جادوگر نوقت میکرد، یک تاسکی او میزد. در خانه در مسیر را درس میخوان، نوقت میرسید مادرش میزد. امی غلط و کبر در زحمت علم کشیدن. این یک درس از جوان، زحمت دارد درس. یک چیز را، یک جمله را من اشاره کردم، دنیا مفت است، دین، علم، تحصیلات، تعلیمات، درجه عالی ماستر شدن با زحمت به دست میایه. خب پدرت مد میراث مفت میمانه برات. یک روز یک جای سودا میخردم، تکه بود والله اعلم. یک آجی صاحب است گفت که دستت خو آبله نکده مولوی صاحب، چرا یک جگله میکنی، جنجال میکنی؟ 2 ساعت گفتم بخر دیگه، 1 و نیم ساعت گفتم بخر. ما گفتم قلب مولا کرده، تو خود دست میگی. قلب ما بر راستای تحصیل دین، علم، توهین، تحقیر حوله کرده که دست بگذار. با تمام زحمات دل و دست درد کنه و درس بخوان. سیلی استادم بخو، درس بخوان. جنگ و منت مادر را بشنو، خود درس بخوان. عمرت ضایع تیر نکن. به نام مکتب میبرایی، بیگایی چکر میزنی، تبراقت داشت رفته میندازی، چلک بازی میکنی، بیگایی می. پدر انتظار است که بچه از مکتب بده. بچه خود سماندگی دخترچای ما و شما میرقم است. مدیره یک مکتب دامه تماس گرفت، مولوی صاحب اینجا توصیه در این باره بکو که یک دختر مسلمان چند ماه حاضری باید در مکتب باشه. این 11 روز حاضری داره. دختر جوان کجاست؟ جوان است، دخترم، خواهرم، برادرم، درس بخوان. علم اینمی انگلیسی کفری رم بخوان، اجازه داشتید. من با تو سند میکشم، حدیث مشکاتم میارم، بخوان. به خاطر تکنولوژی و رشد دین و تقوا و جهادت بخوان. در بغل سالان نوشته است انگلیسی، اگر تو نخوانده باشی چی میفهمی؟
سلاح ساخت کجاست؟ روس و امریکا کانادا اونجا نوشته است تو را که چهره میکننی، تو مجاهده که در صف در تصفیه صفوف چهره میکنه، همون نمره سلاح در جان در پای تو قید است، همون نمره انگلیسی را بخوان، خود درس بخوان دیگه، قرآن هم بخوان، دین هم بخوان، برس و یک جوان حماسه آفرین در تاریخ باش. دین ما تضاد نداره به دانش. این جوان اونجا لد میخوره درس میخونه، اینجا منت میشنوه درس میخونه، در 3 مورد جادوگرم میزنه، راهبم تهدید میکنه، مادرم یک تا میزند، اما به خاطر درس همه را فرو میبرد، خود درس میخواند. روز از روزها در سرک راهی که تیر میشد، ازدحام مردم در سرک زیاد بود. جوان پیشتر رفت، گفت چی گپ است؟ گفت اینجا یک حیوان درنده‌ای در روی سرک برآمده، جاده را بند کرده. عبدالله درسخان و آدمی با تقوایی که پیش راهب دین یکتاپرستی را خوانده، یک سنگ را برداشت، گفت اگر جادوگر ناحق است، این استاد راهب و یکتاپرست اگر برحق است، با این سنگ کوچک من این شیر درنده و این اژدها را مردار کو پروردگارا. این تو میزنه، شیر با این قدر سنگ میمیرد. اگر ما در قلب ما ایمان و وجدان و عظمت خدا باشد، ما میتونیم که امریکای غدار را با یک بوکس از بین ببریم. چون برده بزرگانمان. صلاح الدین ایوبی در کله های یهودیان در فلسطین در بیت المقدس مانند تربوز در کوچه ها فوتبال میکردن. صلاح الدین یک شخص بود، غیرت بود، ایمت بود، ایمان بود، تقوا بود. جوان با این قسنگچه شیر مردار میکنه، چون منشأ و نشأت عظمت خدا در قلبش رویده بود، با یک سنگ شیر را مردار کرد. نقل مجلس شد، گفت یک بچه میگه به نام پروردگار شیر با یک سنگ زده از بین برده است. شایعه پخش میشه این بچه عزتش، کرامتش، مقامش، علم و دانشش به حد بالا میره. همه بزرگان به پای این جوان به جلسش حاضر میشه. اگر کسی نابینا بود به محضرش می آمد، دعا میکرد، الله شفا میداد. کسی پیس می بود دستکش میکرد، الله متعال شفا میداد. این کرامت عزت این جوان، این غلام در سر زبان همه کس نشر شد، پخش شد. وزیر پادشاه خبر شد که نابینا بود. وزیر زینوس که پادشاه بود یک وزیر داشت، وزیرش کور بود. او خبر شد تماما امکانات اقتصادی یک وزارت را به موترها بار میکنه، مهیا میکنه، در گوشه جمع میکند. به محضر اون بچه و جوان میره، میگه جوان وزیر به تو محتاج است، اگر خواست که همه کس به تو باج دهد درس بخوان، علم بیاموز، مقامت بالا میره. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه رئیس المفسرین است. حضرت عمر رضی الله عنه همه صحابه را جمع میکنه، همین طفل، همین جوان که از همه اصحاب کده، سنش خورده است، عمرش کم است، حضرت عمر در بالا می نشیند. یک موی سفید از صحابه سوال کرد که خلیفه امیر المؤمنین رضی الله عنه، این من منسفید، این من سن کلان، من بزرگ، یک بچه ریقه ناز میتی؟ گفت را به خاطر علمش ناز میتو. گفت چه علم داره؟ گفت من سواله میگذارم. گفت اذا جاء نصر الله والفتح، شما نظر بتن که شأن و نزولش، مطلبش، مزایایش، محتوایش، گفتنش، هدفش چیست؟ هر صحابه به دانش خود در رأی خود تفسیر کرد. گفت قبول ندارم. عبدالله بن عباس بچه جوان، نیمچه جوان، خورترک از جایش برخاست، گفت من به شما شأن و نزول میگم. شأن این سوره بیان وفات و رفتن رسول گرامی را اشاره میکند. وقتی که مردم فوج آمد، فتوحات آمد، دین تکمیل شد، صاحب دین میرود. گفت صدق یا عبدالله بن عباس. گفت به خاطر این علمش من این را عزت میتم. اگر خواست عزتت بالا برود، فزد یوما فیوما علمه، تکنولوژی تا علم تا بالا ببر، باز کشورت مستقل میشه، وطنت مستقل میشه، اقتصادت هم خوب میشه. به هر صورت الا علمم بود، عملم بود. خب عمل که نباشد کتاب چند خواندی و بس. به هر صورت این جوان عمیق علم و کرامت و عزتش بالا رفت. همون وزیر تمام مادیات را گرفته آمد. اگر امروز ما دانش ماستری و دکترا داشته باشیم، هر پوهنتون موضوع را پیشنهاد میکند. اگر دانش بالا داشتیم، هر منبع آموزشگاه ها میگه بیاد اما درس بگو. ما استاداری را به یاد دارم که ساعتکی بر درس میگه، هر ساعتش 1100 افغانی است.
ریاضی را میداند. بله این علای مطالعه عزت داده. این جوان را گفت که تماما امکانات مالی اینمی وزارت است تو جان کاکایش امی چشم مرا دمه بیتی پس نور بیتی. خطاب به او بچه کرد چون مشرک بود نمیدانست. خب خطاب کرد که ای بچیم امون چشم نادید من را به دید بیاور تمامی وزارت است تو. عزیز من همه دنیا از تو باشه که چشم نداشته باشی فایده ندارد. تمام دنیا از تو باشه صحت درست نباشه فایده ای ندارد. بهترین ثروت صحت. در صحت مندیتان درس بخوانین عبادت بکنین. بینان ای جوان گفت که ای کاکا این کفریات را نگو من چشم داده نمیتوانم. من دعا میکنم پروردگار به تو شفا میده. ولیکن یک شرط داره بمون خدایی که من تقاضای دید چشم تو را میکنم دمو ایمان بیار بگو لا اله الا الله عیسی روح الله. گفت این آسان است. این کلمه را خوان مسلمان شد. این جوان عزیز سیکو دعای تو جوان از بارگاه پروردگار دیدی کور را پس پروردگار برکت دست جوانی تو بازگشت میته. میگه پروردگار اللهم شفی بسره ای خداوند چشم زیره شفا بیتی دید بیتی. چی میشه که پادشاه وزیر باز میکنه که همه نعمت‌ها و رنگ چیزها را میبینه. به پای بچه میافته میگه قربان دعا و دستکای زیبای تو جوان شوم که دیدی من را از بارگاه پروردگار تقاضا کردی داد. این مردک چشمش جور شد. فردا به دارالخلافت و دارالسلطنت به خاطر رفتن به وظیفه و به رسمیات وزیر با چشم باز که سالها کور بود این چیزی را نمیدید. چهره پدر را نمیدید، روی همسر را نمیدید، روی فرزند را نمیدید، فقط به دست همه چیز را لمس میکرد در حالی که وزیرم بود. قدرت وزارت هم به دستش بود. در دروازه دارالسلطنت و پادشاهی رفت. پادشاه دید که کور امروز جور شده. گفت این چشم را که من ندادم به تو کی داده؟ این چشم را خو من پادشاه ندادم او دوای خدایی میکرد. گفت من ندادم چشم را به تو کی داده؟ گفت تو اگر چشم میدادی در سالهای وزارت در پهلوی تو من ایفای وظیفه کردم با همه قدرت پادشاهیت به من تو این چیز داده نتانستی. الله یکتای من به من داده. پادشاه تکان خورد که من خدایم دیگه کی خدا هست؟ گفت یک خدای خالق است که تو را هم خلق کرده و چشم داده است. وزیر را بسته کرد دی که نمیزنی. وزیر را به حد شکنجه کرد. وزیر را گفت که درس یکتایی را به تو کی داده؟ خب بالاخره بچه را آدرس داد. پیش از اینکه بچه را آدرس بود امین مولا گفته بود می راهب که بچه‌م الله به تو کرامت داده هر کسی که الله مقامش بالا ببرد دشمن زیاد پیدا میکنه. امروز اسلام ما دشمن زیاد داره. خب جوان ما دین ستیز شده والله. مشت علما گپ میزنه. من میگم مسجد بسازین، مدرسه بسازین، دانشگاه بسازین، درس انگلیسی بخوانین. میگه چرا مکتب بند کردی؟ مرا یک دو میزنه. قربانت شم چرا مسجد آباد نکو چپا کن. میگه سرک آباد کن. از برای خدا عزیز من جوان من وقتی که هر چیزی حق باشه دشمن زیاد پیدا میکنه. هر چیزی که حق باشه دشمنش زیاد است. هر درختی میوه زیاد داشت سنگ بیشتر میخورد. اسلام ما کم دشمن دارد. مسلمان هم در جان اسلام بند شده. رسول اسلام دینش بر حق کاریکاتور میسازند. قرآن ما بر حق میسوزانند. مذهب ما بر حق دشمن زیاد پیدا کرده است. البته حق است. هر کس حق باشه دشمن زیاد دارد، پس گوی زیاد دارد. بدانه که پس گویان شکست خورده اند. به هر صورت گفت ای بچیم وقتی که این کرامت و عزت و رشد الله به تو داد دشمن زیاد میشه. گفت در امتحانای سخت مبتلا میشه بچیم صبر بکن. امی بود که پادشاه بچه را دستگیر کرد شکنجه کرد. آدرس مدرسه را برش داد. آدرس راهب و صوفی را برش داد. عسکرا و گارد و خاد رفت. مولا را بسته کرد. وزیر را بسته کرد آورد و بچه را. وزیر را گفت که از دین یکتایی بگرد. گفت نمیگردم. این را عرکت از بین سرش دو تا کرد. مولا را گفت سرانجام تو هم دو شق شدن است میگردی یا نه؟ گفت چی میگردم؟ ما اگر مسلمان میمیرم کامیاب است، شق میشم کامیاب است، زخمی میشم کامیاب است، بندی هم میشه کامیاب است. ما میریم پیش خداییم. چی کنم در دنیای فلاکت بار؟ مولا را دو حرکت از بینش. پلی هر دوش دو طرف افتید. در جان بچه رفت. گفت تو را میبرم و میرقم. گفت هیچ باکی ندارد. چون کلیدی همه عزت را در این سرزمین همین بچه آورده بود. آل ظالم شکنجه کرده میکشه. بچه را گفت چند وقت بعد بسته باشی. اسکرا را
وظیفه داد که این جوان را، این غلام را ببرد قله کو، از آنجا به زمین دهن جوال را بسته کده، زمین لول بده که این دین یکتا پرستی و دیگه خدا را به مردم معرفی کرده. سر کو میبره، ببین اینجا درس بگی دعای جوان را ولی سیکو در سر قله کو. این بچگه که مظلوم یک مادر بیوه داره، با جز خدا کسی هم نداره. امروز اگر تو مظلوم چیزی نداری، الله داری. امروز اگر مردم فلسطین چیزی ندارد، ناه و ناله شکست نمیشنود، پدر 2 دانه اولاد دارد، در ویدیوها میماند پدر 2 تا طفلش به کف دست بلند میکنه، میگه یا الله این 2 بچه در زندگیم داشتم تکه تکه کرده دشمن. الله را صدا میکنه. اما امتحان سخت الله سر مسلمان میارد. ثمره تمام زندگیم 2 فرزند عزیزم بود. عربی صدا میکنه ای پروردگار الله تو صدای مرا بشنو. این جوان میگه ای الله، اللهم اکفینی بما شئت، اللهم اکفیهم بما شئت. پروردگار هرچی که تو از شر زنا مرا کفایت میکنی، خواست تو از همان کن که من از کود زمین لول میته. مادرم نیست، پدرم وفات کرده، من مظلوم در قله کود زمین میزند. پروردگار کور به لرزه در می آورد. همه ظالما اسکرا به زمین لول خورده مردار میشه، این جوان سالم پایان میشه. جوان عزیز دعا بکو، در قله کو دعای تو کور به لرزه میارد. قلبت با خدا با ایمان باشد، کو می لرزد، توان دعای تو را ندارد. درس بگی جوان، شب بخی صدا کن. خداوند 3 صدا را خوش دارد، 3 صدا را، 3 آواز را، 3 بانگ را دوست دارد. یکی آواز خروس را، سبایی آواز میته صاحبش در نماز بیدار میشه. لا تسبوا الدیک فانه یوقظ للصلاه. والله علم حدیث زاد طالبین و از مشکات نقل کرده. امیر قم باشه اگه غلط نخوانم، میگه شما خروس دو نزنین، اون آذان میگه شما را در نماز بیدار میکند. آواز خروس خو هرگز ما را بیدار نمیکند، آواز مزن هم بیدار نمیکند. باز لاسپیکر بلند بود، میگه ما را فیلم دیدن، تلویزیون دیدن، صدایش مزاحمت کرده، شب 6 میله داشتی مزاحمت کرده، خیلی صدای آذان صبح چرا تو را بیدار نکرده؟ در نماز نیامدی. خدا در تو چی نداده که در نماز نمی؟ پای روان داد، دست گیرا داد، چشم بینا داد، زبان و دهن زیبا و شیرین داد. چرا و خدا چی جنگ میکنه که در نمازش نمی؟ یک آواز خروس که در صبح اذان میگه الله اون آواز را خوش دارد. دوم آواز کلام پروردگاری، شب بخی قرآن بخوان، الله آواز قرآن را خوش دارد، صدای کلام الهی خود دوست دارد پروردگار. سیوم آواز توبه انسانه که در نصف شب از تقصیرات خود، از اشتباهات خود شب میخیزه ناله میکنه. الله گریان در سحرگاه با بارگاهش صدا کن، الله اون صدای تو رسه، اون صداست که خوش دارد. سحرگاه بخی بگو الله متعال من در جوال فقر افتیدم، مثل که جوان داخل جوال انداخته می انداخت و الله تو را صدا میکنم. تو کد صدای توبه جوان در نصف شب را خوش داری، من تو را صدا میکنم. الله لبئی گفته فردا برید عطا میفرماید. در نتیجه این جوان صدا کرد، الله کور به لرزه در آورد، دشمنا همه فرو ریخت، مردار شد. به محضر پادشاه آمد، پیش پادشاه آمد. پادشاه گفت چی کردی رفیقایت را؟ گفت رفیقایم را خدایم از آسمان دعا کردم مصیبت آورد به زمین تکت تکش کرد. در شناورا او بازه ها تسلیم کرد، گفت در دریا غرقش بکن، این جوان موحد را دریا غرقش بکن. اما او جوان حالا افتخار و تاریخ در زندگی میگذارد. در داخل بحر بود، بازم جوان گفت الله من با جز تو کسی را در این زندگی ندارم. یک استاد داشتم رفت، یک وزیر مخلصم بود رفت، یک مادر دارم بیوس از من خبر ندارد، امید زندگی مادرم منم. اللهم اکفیهم بما شئت، ای الله من را کفایت کن، از شرش خلاص کن چی که تو میخواهی. دریا طوفانی شد، همه غرق شد. جوان پس به محضر پادشاه آمد، گفت رفیقای چی شد؟ رفیقای چی؟ ظالمای اسکرای بدینت الله غرقش ساخت. مالک بحرها خدا، مالک کوها خدا. دو روز یک تکان داد مزار جان، خبر شدی؟ ما به محضر یک کسی شیشته بودم، یک مسئله داشت، بورداقی بود در اصطلاح، کمی یک تکان داد، چیزی پیسه دارا از این دکان نمیبرایه. ما گفتیم اذا زلزلت الارض زلزالها، اگر چی برآمدن مستحب است بخوان. تاجر بغل جیبش از پول پر است، اذا زلزله یاد ندارد. همین چوبت هم در جان ملای غریب وار میکنی. تو اذا زلزله یاد نداری، سنت همی است بخوان.
برای 6 منزل تعمیر تو تکان میته. بازم چی میگه؟ میگه او با چونه تصادف کرده. خب ده او چونه، این چونه ده کجاست؟ ده زیر کفایت مارکت است، زیر مزار مارکت است، زیر سعدالله مارکت است، این ده زیر بلاکای آریاز ده کجاست که تکان میته؟ بگه تو هم یک 200 سر چونه رو یک جای جمع کن انفجار بتی زنده جان اولوسوالی شده زیر بریزانه. گپ است. این تار ریشه هر کو هر زمین پیش ملائکه است. این زلزله ساعت. اون زیل مو آیت را ببینین. ای تو یک تار علا میگه مزار کمی گناهکارایش زیادتر شده، دروغش زیاد شده، خیانتش زیاد شده، توهینش زیاد شده، رشوت خوری میکنه، البته کار میکنن به خاطر خدا کار نمیکنه، یک تکان بیتی نماز نمیخونه، باز مزار تک شور میته، پیسه داره از دکان برآمده میرگزه. کلی سیف مونده میرگزه. خب کلی سیف او کتا سیف میگه چی میگه؟ زیدی حریق است و زیدی آهن از گاو صندوق میگه چی میگه؟ در کابل که در وزارت در وقت نجیب بود چی بود؟ دیدی نه دیدی نشونیدی نه؟ امور ماندال میرگزه، وزیر صاحب، وکیل صاحب، مولوی صاحب هم میده ایزا زلزله را خوانده میبرایه. کجا میری؟ سیس مستحب طریقه هست ولیکن از مرد چاره نیست. از اون برگزید دیگه دکان سر چپ میکنه، زمین شق میکنه، از حکومت خدا کجا میری؟ فانفذوا من اقطار السماوات. برای از نقطه زمینی الله کجا میری؟ نمیتونی. به هر صورت موضوع دیگه طرف نرود. این جوان دعا کرد، الله قومش مردار کرد. جوان به محضر پادشاه آمد، الله گفت الله من کل اسکرایت تباه کرد، من زنده آمدم. با پادشاه یاد میته، میگه مرا به این طریق شهید کن، مرا به این طریق از بین ببر که تو خلاص شوی. در نتیجه پادشاه تمام ملت را در یک سرزمین پهن آور جمع میکند. این جوان را سر یک بیلر یک درخت میبرد بلند جای، کل ملت جمع است. تیر جوان مرمی را جوان میتده، پادشاه میگه فیر کو بسم رب غلام، به نام پروردگار امی جوان بزن من میمیرم. وقتی که فیر میکنه این دم سرش این ظالم میزند، آه میگه، دست به جای زخم میگذاره و جوان شهید میشه. در جان دادن خود حماسه و تاریخ والی به جا میگذاره در یمن و در قرآن تو هم ذکر است. امین شهید میشه. تمام ملت 21,000 نفر ایمان میآورد. پادشاه حیران میمانه، میگه یک مسلمان در بلایش ماندم، بچی نیرنگ از بین بردم. 21,000 دیگه گفت که ایمان آوردم به پروردگار امین جوان موحد و یکتا پرست شد. پادشاه خندق ها را کند، خلاصه کل ملت را در خندق در داد. ظالم کل 21,000 نفر سوزان. در این بین زنم سوزان، طفلم سوزان، مادرم سوزان، پدرم سوزان. کافری که در حق مادر رحم نکرد حقوق زن داد، حقوق مادر داد، همه را سوزان، همه را در داد. رو به طرف یک اسکرش کرد، گفت که ای اسکر میدانی که من در جزای اعمالش 21,000 نفر را رساندم. اسکرش چه گفت؟ ای بیعقل، گفت تو شکست خوردی. اگر تو 21,000 جسم را سوزاندی اما قلبش نتانستی به سوی شرک بیاوری، اون قلبی که نشونمویش از توحید خدا بود نتانستی تغییر بودی، با سوزاندن 21,000 نفر، با سوزاندن طفل معصوم، با در دادن اون مادر، تو شکست خوردی، قلب تسخیر کرده نتانستی. در زمان حضرت عمر رضی الله عنه را حکومتش در یک مخروبه در نجران یک کسی بلکنی میکرد، حفر میکرد، چقوری را میکن. در داخل می چقوری یک جسم برآمد، جسد را بر میکشد که یک نیمچه جوان بسیار زیبا. شهدا کرامت داره. خب جسم شهدا، انبیا، علما، حفاظ گرامی را، شهید را خاک نمیخورد. برن کافر بیدین و بیمان و بینماز را قبرش هم شق کنین، یک آدم با تقوا و حافظ قرآن و عالم دین را برن پاره بکنین، امتحانا پاره بکنین. که رسول گرامی گفته که جسد انبیا به خاک، شهدا، علما، حافظای قرآن حرام است، لیکن با عمل خب با تقوا. وقتی که جسد را بر میکشد خون از اینجا سرش میره، امی دستکش امینجا ماندگیست. در زمان خلافت حضرت عمر در نجران دستش پش میکنه، مثل ناوه خون میآید، پس میگذاره خون بند میشه. در این دستش یک انگشتر بود، نوشته بود که ربی الله، تربیه کننده و خدای من الله است. ببین که در یمن تاریخ گذاشت، مرکز ایمان گذاشت، شهدا همه جنت الفردوس رفتن، ایرمی جوان گذاشت. جوان تاریخ بیار، جوان حماسه باش، جوان با غیرت باش، جوان نه اینکه خیانت در زندگی بگذاری. تاریخ را گذاشت در یمن. از چی درس گرفته؟ یک درس را ای گرفته که زحمت بکش، درس بخوان.
چند چیز انسان زندگیش می سازد و ملت و وطن را آباد میکنه. یکی آگاهانه حرکت کن، دویم دلسوزانه حرکت کن، سوم مهربانانه حرکت بکن. اگر ما آگاهانه نرفتیم، جاهلانه رفتیم، دکتر نادان مریض را میکشه، مولای نادان دین را از بین میبرد. ناآگاه هست نی؟ تاجر ناآگاه هست، از حلال و حرام و سلم و صرف نمیداند، اقتصاد را به سود میکشاند. آگاهانه حرکت کن، یک کامیاب میشی. یعنی دانش داشته باش در هر برنامه و مهربانانه حرکت کن. اگر رحم نداشتی بازم تباه میکنی. سیم دلسوز باش. بسیار بزرگا در وطن داشتیم، بسیار تاجرها داشتیم اما دلسوز نبود. وطنم تباه کرد، زندگی خودم تباه میکنه. این سه جمله را به یاد داشته باشین. عبدالله ابن تامیر درس داد که به خاطر زحمات درس. دوم وقتی که شیر را که سنگ زده مردار کرد، مردم گفت این جادوگر است، نعره ها بلند کرد، صدا بلند کرد. عبدالله ابن تامیر چه گفت؟ لا اله الا الله، صدای توحید بلند کرد. عزیزی من چی فهمیدی؟ در هر جایی که یک رفیقت کامیاب شد چک چک نکو، چک چک این رقم نکو، سبحان الله بگو، بارک الله، ماشاء الله، اینی تو بگو. من میگم الله اکبر بگو، کسی الله اکبر نمیگه، شرمش میاد. وقتی که او سالگرد کرد چک چک است. نکار ما خود برا خلاص نکرده جوانا چک چک میکنه. این از آواز شیطان است عزیزی من. دیگران نعره های جادوگری بلند کرد، این جوان گفت لا اله الا الله، توحید خدا را بلند کرد. تو هم موفق شدی بگو سبحان الله. رفیقت موفق شد الله اکبر. در کامیاب شدی در برنامه ها بگو الله اکبر، خدا بزرگ است. باز تو هم بزرگ میسازه کم کم در دنیا. این دیگر درس ازی است. سیم درسش امی است که عزیزی من تا دمی که جان نداد از توحید خدا، از دعوت، از تبلیغ دور نرفت. سیوم امی است، درس سیوم که دعای جوان را پروردگار قبول میکنه. موی سفیدا خفه نشه، شما را الله دوست داره. عریش سفید حیا میکنه، الله تو را دعایت میپذیره. ولیکن جوان به همه قوت انرژی که توان گناه داره نمیکند. گناهش از زمین تا آسمان هم باشه، الله جوان را گناهش میبخشه. دعا بکنین. این یک پند درسی در زندگی یک جوان که او را قرآن نقل کرده. آخرین درس امی است که اون تاریخ داشت، حتی قرآن منو تو از یاد میکنه و سماع ذات البروج برن شأن و نزولش باز ببینین. عزیزان من، جوانان عزیز من، مسئولیت پذیر باشین، آگاهانه حرکت بکنین، درس بخوانین، تقوا و پرهیزگاری داشته باشین، اطاعت الله و رسول را بکنین.